بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز ما، امروز حوالی ساعت 7 صبح وقتی که به طرف کار خود می آمدم در منطقه تیمنی گذشته از جماعتخانه اسماعیلیه، یک انفجار هولناک و مهیب بالای کاروان ما که می آمدیم قطار موترهای ما صورت گرفت. یک تعداد از محافظین ما که مردان بسیار شجاعی هستند زخم برداشتند که به شفاخانه امنیت انتقال شدند و به ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن آسیب نرسیده. کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد. ولی در این زمان به تعداد زیادی از هموطنان ما که در اون مسیر که سرک بسیار تنگ است آسیب جانی رسیده و آسیب مالی رسیده. ما از حجم خساره و از تعداد مجروحین و خدای ناخواسته تلفات من نمیدانم، ولی از تمام وطندارای ما که در اون مسیر امروز صبح به خاطر عبور ما برشان آسیب رسیده، آسیب به مالشان رسیده و به جانشان رسیده، ما عذرخواهی میکنم. مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. این حالت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش ها، این حالت اونا هر روز به تجربه میگیرن و ما به شجاعت از اونا به ایمانداریشان و تعهدشان به وظیفه از صمیم قلب درود و شادباش میفرستم. به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد وطندارای ما، دوستای ما، همکارای ما، متحدین ما میخواستن احوالگیری به خانه ما بیاین و خانه ما خرد است. ما توان میزبانی و قدردانی از اونا را در اونجا نداشتم. وادار شدم که بیایم به دفتر و در اینجا در خدمتشان باشم و با این پیام کوتاه میخوایم به شما اطمینان بدم که ما جور هستم، سلامت هستم. محافظینم برشان صدمه رسیده در شفاخانه هستند. از صدمه ما مردم ما هنوز ما اطلاع ندارم. بار دیگه از اونا معذرت خواهی میکنم. از تمام پیامایی که تا این لحظه به خاطر همدردی به ما رسیده ابراز سپاس میکنم و در آخر یک بار دیگه ما از جانفشانی نیروهای امنیتی ما که در برابر تروریسم که ما گاه با او مواجه میشیم، ولی نیروها سینهشان سپر است همه روزه همه ساله در قدر سالها، ما بر از اونا فخر میکنم و درود میفرستم.